کوچه‌مون یه نگاه کنی پدستک. بهار عمر ما رو یه حلقه طلایی دل عالی جناب. شب یه روز به شب یلدا مونده، شاید هم تو شب یلدا پخش شد. سلام ارادتمندم. چه خبر؟ چه خبر؟ عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت دوستان عزیزم. امیدوارم که همیشه سلامت باشی، لبتون بخنده، دلتون پر از امید و آرامش باشه. گوشی گمتون. حامد تبریزی قراره کنار آقا مهدی تبریز بفهم شما. سلام. لایک سابسکرایب از همین الان یادتون نره. این چیه کردی تو گلن؟ جونجزاره؟ پشم گوسه پنده. پشم گرگه. خیلی مخلصم. قراره کنار آقا مهدی تبریزی یه چالش دیگه بزنیم، به این صورت که ما 2 گوی داریم. پیاله است؟ پیاله لربکی میگن؟ نمیدونم دیگه لربون. 2 چرخون داریم گردون. 2 بشقاب پر از غذا. 2 ظرف داریم که تو یکشون کلماتی نوشته شده، کلمه است. تو یکیش آهنگه. قراره دقیقاً قیمه ها رو بریزیم تو ماسا. یه دونه شعر برمیداریم، یه بیت شعره، بعد از اون یکی بشقاب 3 کلمه در میاریم، اون 3 کلمه رو میندازیم داخل این شعره، میخونیم، یه چیز جالبی در بیاد. بریم اول کی شروع میکنه؟ خب آقا مهدی بفرمایید. خواهش. من یه دونه شانسی برمیدارم، یه دونه از این برمیدارم، یه 2 3 وای 3 از الان خوابم داره میاد. خیلی چسل کننده است 2 به نظرم. اینم 3. اوکی. شعر ما چیه؟ چی میشه رد بشی از کوچه‌مون یه نگاه کنی ابرو کمون. خب شعرمون اینه. کلمه اول برف، سگ، ترس. کاش این برای من میفته. چی میشه رد بشی یک کوچه‌مون یه نگاه کنی پدستک. پدر نداره که. خب منم، شما چرا نظر میدی؟ خب چی میشه رد بشی از کوچه‌مون یه نگاهی کنی ابرو کمون. خب برف، سگ، ترس. چی میشه برف بباره تو کوچم؟ چه ربطی داره؟ آقا 3 کلمه رو باید بذاری داخلش، نه؟ دارم میذارم، اجازه بده بذارم دیگه. بباره رو کجا آوردی؟ آقا چی میشه رد بشی از رو برفا یه نگاهی کنی به سگ ما به ترسی باز بگی ای وای ای وای. نه این ربطی نداشته. چقدر تلخ. چی میشه سگ بشی از ترسمون. چی میشه سگ بشی از ترسمون یه نگاهی کنی به برفمون. یس مدالو بیاریم بندازین گردنش. واو یس. یعنی تونستم. یک امتیاز دست من. خب میگه زمونه عمر ما رو میگیره، برادر از برادرش سیره. پرچم، ماه، بهار. اینا رو بعدش میندازیم داخل یا بریزیم بیرون؟ مثلا بریز بیرون. زمونه عمر ما رو میگیره، برادر از برادر. زمونه ماهو از ما میگیره، پرچم نه زمین. این بیاد زمونه عمر ما رو میگیره. اولین باشه به جای اولین کلمه.
بهار عمر ما رو میگیره، پرچم برادر از ماه سیره. یس یس بیمعنی چرت و پرت گفت. برای تو رو باید تو گینس ثبت می‌کردی. یه حلقه طلایی اسمشو روش نوشتم، اسم تو میخوام بیام دستت کنم، بیایی تو سر نوشتم. خب برگ ترش موز. گفت ای کاش موز در بیاد. موز در اومد. به خدا نمیدونستم داخلش موز هستش. یه حلقه طلایی اسم تو روش نوشتم، میخوام بیام دستت کنم، بیایی تو سر نوشتم. اتفاقا راحته کلمه. یه موز طلایی اسم تو روش نوشتم، میخوام بیام ترشش کنم، برگش تو سر نوشتم. قشنگ بود. خوبه، پسندیدم. این خوب بود. یس یس انشالله که خیره. من نها کن کلن بذار دست تو دماغت بیزنی بعد اونو میچلونی. بیار بخوری. 2 سیلابه میاد واسه من. بیار. آهای عالی جناب عشق، مرسی. فرشته عذاب عشق. من 3 تا کلمه چجوری داخلی؟ این کلا 6 تا کلمه است. بچه از صاحب انا رو آورده بودن چون تو طالبت آب لنبوش کردن. آهای عالی جناب عشق، فرشته عذاب عشق، فرشته عذاب دل خوبه، شب خوبه، بوس. آهای عالی جناب عشق، فرشته عذاب نه دیگه. عشق. دل عالی جناب شب، فرشته عذاب بوس. چقدر عطاجی، چقدر گوشت. یس. نه آقا درست بگو، چرت و پرت. تو حالا خیلی چیز گفتی. من بگم به جات. نه. آهای بوس شب عشق، فرشته عذاب دل. از این یه چیزی مال من بس بفهم. بله. یه دونم آب موز برای من توی قرص قمرم ساکت و در بدرم. توی قرص قمرم ساکت و در بدرم. زده امشب بسرم. خب یه دونه چیه؟ جاده. اینم یه دونه دیگه. آسیب. آقای تهیه کننده آسیب. خر. من نمیدونم این کلمات چطوری. توی خره. آقا بذار ببینم چی به چی داره اجازه توی بده. قرصه. توی قرص قمرم ساکت و در بدرم. توی آسی بخرم جاده در بدرم. توی قرص قمرم. آقا تو نوبت خودت حرف بزن. نه میگم راحته برای تو. توی خر کمرم. کمر نداره که. جاده آسیب خر. جاده آسیب این. آره. آسیب. خب جاده قرص خرم ساکت و آسیب بدرم. جاده قرص خرم چرا؟ جاده قرص خرم آسیب و در بدرم. جاده قرص خرم آسیب و در بدرم. قشنگ بود. بهتره بهنامانی خوندی وجدانه. یس. یه چیزی در آوردم، شعر نیست، فاله.
آمد بهار جانا ای شاخ تر برقصا خندر آمد مثل و شکر برقصا. آره؟ مثل و شکر برقصا. خب تو برای چی برمیداری؟ اونو نمیدونم. چقدر این گوش تلخه. گروهی نیست یه. خب آمد بهار جان ماشین آمد ماشین جانان پیر ای پیر تر برقصا. اوقا چون عقاب اندر آمد مصر و شکر برقصا. بره پایینیه. آمد ماشین جانا ای پیر تر برقصا چون عقابان اندر آمد مصر و شکر برقصا مصر و شکر برقصا. یس این میباید تو باشی فوزولی نکنی. برو. یکی هست تو قلبم که هر شب واسه اون خوابه که هر شب واسه اون مینویسم اون خوابه. شاید موز سیب درات. دریا 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 دریا. اسنپ یکی هست تو دریا که هر شب مهربون واسه اون می نویسم و اون مهربونه. چطور بودم؟ یکی هست تو دریا یکی هست تو اسنپ یه دریا تو اسنپ که هر شب واسه اون می نویسم و مهربونه. کمکت کردم ولی ایراد نداره. بد نبود. ایران ایران اگر دل تو را شکستم اگر دل تو را شکستم تو را به بند کینه بستم چه عاشقانه سنگ. ایران اگر سنگ تو را پاییز. شکستم تو را به پاییز جنگل. خدا جنگل بستم. چیزای ناجوری در نیومد. نه عوض میکنیم. جنگل اگر سنگ تو را شکستن تو را به بند جنگل بستن به پاییز بستن. جنگل اگر اگر سنگ تو را شکستم تو را به بند پاییز بستم. بهترین شعری که توی این برنامه خونده شد من بودم در درسته. یس یس. آقا اون آب بیبر رو بیار. ممنونم. از اتاق فرمان بله. یلداتون البته شما این برنامه رو میبینی یلدا گذشته. یلداست امروز. کفتره گل به سر های های این خبر از من ببر های های. نگاه نگاه چوب ناصر ایشالله عروسیت شیر کفتر کاکل به سر های های با شیر این خبر از من ببر های های. کفتر کاکل به سر های های. بگو شیر کاکل به سر نگاه نگاه این چوبو از من ببر نگاه نگاه. قضایی بود قضایی بود. چی بود؟ شیر کاکل به سر نگاه نگاه این چوبو از من ببر نگاه نگاه. بگو به یارم که دوستش دارم نگو برگردم. اوه ببین چی در اومد. آخ شب یلدای منی دیوونه دوست داشت. حتی تایم این ویدیو رو داریم ضبط میکنیم که شب یلدا یه روز به شب یلدا مونده. شاید هم تو شب یلدا پخش شد. لبخند لبخند آلو آلو آره. آخ تو آلوی لبخند منی شیرین. دیوونه شیرین. خب این که شیرین دوست داشتنی. دیوونه شیرین داشتنی. آخ تو شب یلدای منی. شیرین دوست داشته. آلو تو شب آخ تو آلوی
لبخندمی آخ تو آلوی لبخند منی شیرین دوست داشتنی. آخ بریم. آخ آلوی لبخند آخ تو آلوی لبخند منی شیرین دوست داشتنی. لبای تو رنگ انار و اندرن شیرین آشدن. اوکی دیمون رسید به پوست. این تیکه از اناره. چیا؟ نه یه تیکه از انار بود. انار. خاطرات شمال محال یادم بره، مطمئنی با این لحنه؟ اونم عشق و حال محال یادم بره. خاطرات شمال محال یادم بره. آخرین عاشق شعر. عاشق لطفا دختر. کامنت کنین که کی بیشتر و قشنگتر شعرها رو درست فرمون. ببین به فنا رفتم. دختر خاطرات شمال محال یادم بره، اون همه اشغال محال یادم بره. خب دختر عاشق فرمون. عاشقای شمال فرمونای شمال محال یادم بره، اون همه دخترای عاشقان محال یادم بره. افتخار حامد تبریزی. ولی تو کامنت ها بنویسید که کی بهتر خونده. امیدوارم که لحظات رو کنارتون خوش بوده باشیم. تایمی که برای این ویدیو گذاشتین تایم مفیدی بوده باشه. کوچیک همتون حامد تبریزی کنار آقا مهدی تبریزی. همیشه برنده بودم و توی تاریخچه زندگیم نوشتم که من عمرتون باخت مثل یلدا. نیومدم. عمرتون مثل یلدا. بلند به کله عمل. عاشقتونم.